خب سلام و عرض ادب خدمت دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها در خصوص بحث ویدیویی که مشاهده کردین ابتدای مسیر، من یک هشدار سکوت دادم. صرفاً به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که من توی این ویدیو میخواستم به شما آموزش این رو بدم که شما با زبان بدنتون هم میتونید سگ رو در اون پوزیشن قرار بدید. حالا یه توضیح در مورد بحث ویدیو میدم. تکرار کلمه اشتباه ترین حالتیه که خیلی از صاحبین پت انجام میدن. پس به هیچ عنوان دیگه دستوری رو به سگتون هی تکرار نکنید. از لحاظ کلامی فرم دست و اون بحث فیزیک خیلی راحت تر میتونه اون دستور رو اجرا کنه. نکته بعدی این که ما توی دستورهامون لاین بندی قسمت بندیش کردم. توی قسمت اول میگم تشویقی تو دستتون باشه. مرحله دوم میگم تشویقی رو به دستتون که گرفتین هالک اینجا هالک بلش کن. تشویقی رو به دستتون گرفتین حرکتش میدید، دنبال میکنه دستتون رو به بالا به سمت خودش قرار میدین. اون زمانی که تو اون پوزیشن قرار گرفت و به درستی اون دستور رو اجرا کرد، اون موقع است که شما میتونید تشویق رو رها بکنید. پس در خصوص بحث آموزش که من بی کلام بود، یک بارم توضیح دادم که شما خیلی راحت تر بتونید اون دستور رو اجرا بکنید. تکرار اونجایی که من دستم رو این شکلی میکنم تکرار باید بکنید. یعنی چی؟ یعنی به صورت روزانه شما باید حداقل این مسیر آموزش رو روزی حداقل 10 بار 20 بار تکرار بکنید تا یواش یواش شکل بگیره و توی حافظه بلند مدت سگتون قرار بگیره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه و بتونید استفاده خوب از ویدیو ببرید. چنل ما رو برای اولین ویدیو سابسکرایب کنین، اون زنگوله بالا رو بزنید تا بتونید ویدیوهامون رو در اولین فرصت مشاهده بکنید. چون هر هفته قرار من ویدیو بذارم، 2 تا ویدیو آموزشی بذارم که 3 شنبه ها و 5 شنبه ها در نظر گرفتم که این ویدیوها رو در کانال یوتیوب هم قرار بدم. چی کار میکنی پسر؟ بودو ببینم. آف ماشاءالله.